سلام، آذر کمری هستم. امروز میخوام طرز تهیه سبزی پلو، کوکوی سبزی و ماهی سرخ کرده رو براتون توضیح بدم. سبزیایی که برای کوکوی سبزی و سبزی پلو استفاده میکنیم هر تاشون تقریبا یکیه. جعفری، چند دسته، گشنیز، 2 مرتبه این جعفریه، شوید و تره ایرانی. سبزی ها رو 3 مرتبه خوب میشوریم، توی آبکش میریزیم، خوب آبش بره. بعد از اینکه خوب آبش رفت اینا رو خرد میکنیم و از فود پروسسور استفاده میکنیم برای چاپ کردنش. فود پروسسور خرد کنم، اول باید اینو اینجا یه مقداری خردش کنم تا بتونم از فود پروسسور استفاده کنم که سبزی زیاد آب نیفته. با این که سبزی رو میریزم 2 تا حبه سیرم بهش اضافه میکنم. برای این از دکمه پاز استفاده میکنم که حالت چاپ چاپ بشه. ببینین این حالت باید بشه برای کوکو. قسمت بعد رو استفاده میکنم. دو تا پر دیگه سیر بهش اضافه میکنم. باز از دکمه پاز استفاده میکنم. خوردی سبزی باید همینجوری باشه، خیلی ریز نباشه، خیلی هم درشت نباشه. معمولا برای سبزی پلو یه ذره درشتر اشکال نداره. حالا میخوام کوکو رو شروع کنم. سبزیشو که قبلا خرد کردم، تخم مرغا رو حدود 8 تا 9 تا تخم مرغ رو توی این کاسه شکستم. اینا رو یه کمی همش میزنم که تخم مرغ از هم باز بشه. بعد اینو اضافه میکنم به سبزی. یه مقداری فلفل قرمز اضافه میکنم. یه قاشق سیب زمینی پخته شده بهش اضافه میکنم. یه قاشق ماست سفت بهش اضافه میکنم. جوش شیرین، یه قاشق و نصفی اوتمیل و کمی زرشک. و اینجا گردو رو میخوام بهتون بدم که بگم که چجوری اندازه خرد کردنش چجوریه. گردو رو به این صورت توی یک کیسه میریزیم، اینو خورش میکنیم و به این اضافه میکنیم. نمکم که حتما یه قاشق نمک و یه قاشق هم زردچوبه و فلفل و یه کمی هم پودر کاری. That's it. حالا اینو خوب به هم میزنیم. شما میتونین اینو نگاه کنین ببینین چقدر قشنگ و زیبا شد. رنگای قرمز و زرد و سبز و اینا خیلی زیبا شد. کمی روغن بهش اضافه میکنیم. روغن که داغ شد کوکو رو میریزیم. زیادم روغن نمیریزیم. در ضمن یه کمی از این میچشم ببینم که نمکش اندازه است. بسیار خوبه. خب حالا روغن رو گذاشتیم داغ شد. خوب که داغ شد این کوکو رو میریزیم توی اینجا. بعد با کف پشت قاشق اینو صافش میکنیم.
در قابلمه رو میذاریم و زیر آتیش رو بسیار کم میکنیم. حدود 20 دقیقه طول میکشه که این خوب پف کنه و یه طرفش سرخ بشه. این کاملا فرم شده، قشنگ گرفته، دست میزنم مثل اسپانجه. الان موقع اینه که ما ببریمش و برش گردونیم. 4 قسمتش میکنیم. با طرف پشتش هم ما یک کمی دیگه روغن بهش اضافه میکنیم، ولی احتیاجی نیست این دفعه دیگه در اونو بذاریم. این 10 دقیقه دیگه آماده است. الان دیگه موقع برداشتن توپوها شده. یه دستمال حوله میذاریم اینجا، حوله کاغذی، و بعد کوکا رو برمیداریم میذاریم روی این که روغنای اضافهش کشیده بشه و به خوردش نره. و بعد از اینه که خنک شد اونا رو کات میکنیم. الان دیگه میذاریمش کنار برای اینکه آماده این بشه که خنک بشه. مرسی. ببینید چقدر سبزی این قشنگه و در داخلش رنگ زرشک و رنگ فلفل و رنگ سبزی یک مخلوط خیلی قشنگ و زیبایی در اومده. برای اینکه ما مرینیت کنیم ماهی رو احتیاج داریم به 2 تا تخم مرغ. یک کمی اونو میزنیم، یه قاشق آرد بهش اضافه میکنیم، یک کمی سیر، یک کمی آب لیمون و یک کمی زعفرون. کمی نمک، فلفل. بعد ماهی ها رو توی اون میخوابونیم. میذاریمش توی یخچال 1 ساعت این خوب این مواد جذبش بشه. این شکلی. برنج رو قبلا خیس کردم، یعنی شب گذشته 3 تا کاپ برنج و 3 تا قاشق غذاخوری نمک. حالا آبم که در حال جوشیدنه، آب برنج این آبی که اضافه روی اون هست خالی میکنم. بعد اینو به توی قابلمه میریزم. میخواین اینو من یواش بریزم؟ برای تمام پلوها اول باید ما برای تمام پلوهای مخلوط اول باید طرز آب کشیدن پلوی ساده رو ما بدونیم. اینم درشون نمیبندیم، میذاریم تا جوش بیاد. حرارتش باید خیلی بالا نباشه، متوسط باشه. برنج جوش اومده، من یه همه کوچولویی بهش میزنم که یه کمی جابجا بشه برنج، و زیر برنجم خیلی نباید بالا باشه، یه کمی کمش میکنم که زیاد قلقل نکنه. صبر میکنیم تا برنج قشنگ جوش بیاد، دونه دونه این برنجا میاد روی آب.
وقتی که تمام برنج اومد روی آب، اون موقع است که وقتشه که برنج رو آبکش کنم. حالا نشونتون میدم وقتی همه برنج ها اومد روی آب. یکم باید صبر کنم تا اینکه این برنج به عمل بیاد. مرحله اینه که یه لیوان آب سرد به این اضافه کنیم که یه کمی از جوش بیفته و این قشنگ بتونه دونه هاش باز بشه و همینطور به اندازه نصف لیوانم سرکه اضافه میکنیم. هم سفیدش میکنه هم خوش طعمش میکنه. الان تقریبا تمام برنج اومده رو و ببینین به این حالت شده، برنج کاملا باز شده و قد کشیده. موقع اینه که من برنج رو برش دارم. یه مقداری روغن میریزیم ته قابلمه. به اندازه 4-5 تا قاشق. بعد تدیک‌های مختلف ما میتونیم درست کنیم. تدیک ساده میتونیم درست کنیم که همون سبزی پلو هستش. میتونیم برگ کاهو بذاریم، میتونیم نونم بندازیم. بعد از اینی که من این برگای کاهو رو گذاشتم، خود برنج رو لایه لایه، یعنی یه لایه از برنج و یه لایه سبزی و با دست هم باید اونو قاطی کرد. باز یه لایه برنج، یه لایه سبزی، باز یه لایه برنج، یه لایه سبزی. خوب قشنگ با دست هم میزنیم که گوله گوله نشه سبزی ها توش. ببینین الان چقدر همش یک نواخت و قشنگ شد و در ضمن خودتون اندازه سبزی ها رو متوجه میشین چقدر خوبه. با این برنج سبزیش چقدر باید باشه. این الان سبزیش بسیار اندازه و خوبه. اگر از گاز استفاده میکنین کنترل شعله دست خودتونه، ولی اگر از برق استفاده میکنین حتما باید یه دونه از این گاز پخش کنا به این صورتی که من الان دارم استفاده میکنم بذارین زیر پلو و دم کنین. یه حوله کاغذی هم بندازین درش یا از پارچه اگه استفاده میکنین از پارچه و دمش کنین. شعله‌ش رو متوسط کنین. برای حدود 35 دقیقه دیگه این غذا آماده است. برای سرخ کردن ماهی باید از یه قابلمه نچسب استفاده کنین. روغن رو بریزیم که خوب داغ بشه. بعد ماهی ها رو بندازیم توش. موقع برگردوندنشه ماهی رو قشنگ به آهستگی برمیگردونیم. ببینید خیلی قشنگ پشتش سرخ شده. شاید 3 دقیقه دیگه بیشتر لازم نداشته باشه برای اون طرفش. حالا کره رو که قبلا آب کردم میدمش روی برنج و یک کمیشو نگه می‌دارم برای گارنیش کردن روی برنج. یک کمی از این رو میریزم توی یه بشقابی دیگه برای روی برنج. کره رو بهش اضافه میکنم و زعفرونم همینجا بهش میدم. برنج رو میکشم توی ظرفی که باید بکشیم. هر ظرفی که داریم، دیس، بشقاب، هرچی. این برنجی که قبلا ریخته بودم با زعفرون توی این بشقاب، یه مقداری از اون سبزی‌های تازه بهش اضافه میکنم
برای گارنیش کردن برنج. یه مقداری هم باز از این برنج استفاده میکنم، 2 مرتبه میریزم توی این برای زیر ماهی. برای گارنیش کردنش یه مقدار از همون سبزی‌های خرد شده‌ای که قبلش خرد کرده بودیم برای سبزی پلو استفاده میکنیم، خیلی قشنگتر و زیباتر میشه. در ضمن این نارنجا رو هم میذاریم برای تزیین ماهی. اینم تدیک کاهو. بفرمایید نوش جان. سبزی پلو ماهی رو معمولا با ترشی میخورن. من اینجا 4 نوع ترشی دارم: ترشی لیته، ترشی مخلوط، ترشی سیر و ترشی انبه. و اینم ماهی و اینم کوپوی هست که خیلی قشنگ و زیباست و همچنین تدیک برگ کاهو.